هم از مد نظر خود بیرون نکنند و یک از این گونه بازی ها این دیداری دسته‌های دوشنبه و کوکتاش است که همین لحظه تر است و در برابر این همچنین باید فراموش نکنیم که البته دسته دوشنبه ایرج رجبوف و رقم 8 فرهاد قاسموف میباشند. سرمربی دسته این زمان علیور اشور محمدوف است. در دورهای اخیر صورت میگیرند. نسیم حمیدوف امروز از شهر دوشنبه بازی را قضاوت میکند و همین طرز صدای که او بلند شد که این از آغاز رقابت امروزه برای ما و شما درک میدهد. اوتوف برای وضع دوبلی که داشت توانست استرافشان را پیروز کند و دسته دوشنبه در همان بازی بازم ناکام شد. یک امکانات دیگر برای فوتبالبازان کوکتاش وضعیت بسیار هم خطرناک است و همین طوری صبح شد نمیشود بینندگان ارجمند. امیرجان سفرов بسیار هم عالی از این امکانات استفاده برد. میتوان گفت تقریبا روبروی او حرکت میکرد اما چرا او به کنار دیگر جهید. بار دیگر میتوانید ببینید اصلا میبایست که این وضعیت رو برطرف کند این دروازه‌بان، ولی نه. در همین لحظه ما و شما میبینیم که چگونه دروازه‌بانی مذکور به خطا راه می‌دهد. فرامور سعیدوف امروز در حیات اساسی به میدان برآمده است. حتی دانیل تگو ارسال تبلیغ رو انجام داد. هندسه‌اش باشد اینجا امکانات بسیار خوبی را پیدا می‌کنند. داور چه اشاره می‌کند؟ پنالتی. بله، نسیم حمیدوف با باوری اشاره کرده است که قاعده ویران کنی بود در داخل جریمه‌گاه. پنالتی تعیین کرده می شود. بار دیگر می توانید ببینید بینندگان ارجمند حالاتی به وجود آمده رو. بله اینجا قاعده ویران کنی دقیقاً بود و در این لحظه که هم مبارزه ادامه دارد بین یک فوتبالبازی دسته دوشنبه و دو فوتبالبازی دسته حریف. ضربه اجرا شد و با باوری حساب 1-1 بینندگان ارجمند. راست است مرکز ضربه را اجرا میکند عزت‌الله روزیف کاپیتان دسته دوشنبه و با کی باز میتوان گفت در قسم یکم دیگر خواهد کرد به اون خاطر که بعد از اون که فوتبالبازان دوشنبه به طور دروازه خود گل زد دادند زود به خود آمدند نشان دادند که آنها با آسانی تسلیم نمیشوند در بازی امروزه و کوشش کردند تا با یک هجوم جوابی فوتبالبازان دوشنبه رو میبینیم. وقت چون کمتر باقی میماند دستا بنیاد زیاد به هجوم مایلند و یک ضربه دیگر اما دروازه‌بان باز هم زود برطرف میکند. فرصت دوم با وجود میآید و همین طور حساب بینندگان ارجمند 2-1 میشود دقیق‌ترش. این فوتبالبازی که در رفت همین بازی امکانیت‌های دیگر هم داشت ولی اون رو استفاده نکرد اما اینجا به مقصد میرسد. افساید نیست واقعا هم خود شما دیده استودید که چگونه ضربه اول رو دروازه‌بان برطرف کرد. در پوزیشن توپ باشد اینجا فرهاد قاسموف فاول بود پس داده او و امیر معماری منیش توپ را به دروازه حریف جا میکند. بار دیگر میتوانید ببینید که ضربه رو چگونه بسیار هم خوب اجرا کرد فوتبالبازی مذکور. توپ ابتدا به تیر دروازه رسید و بعدا با دروازه در آمد با همین یک بار دیگر داده شود اما محمد سلام زاده اینجا توپ را از دست می‌دهد و با همین صدایش که داوری مرکز بلند شد. این از انجام رقابت امروز درک می‌دهد. اگر دقیقه لوگی را با فایده دسته دوشنبه بود که آنها 2-1 غلبه کردند. برای دوشنبه این غلبه بنیاد مهم بود با اون خاطر که دسته علیور اشور محمدوف اینک تحت روبری او اولین پیروزیشون رو به قید میگیرند. طول بازی اخیر گفتیم دسته بنیاد دچار مشکل زیاد شده بود که چی بودن غلبه رو هم نمیدونستند فوتبالبازان دسته دوشنبه و باری اخیر آنها روز 1 می سال 2021 در برابر روشن در میدان خونگی خود غلبه کردند و همکنون دسته با گذشت بیش از 2 ماه دیگر باره با پیروزی نویل می شود. سپاسگزارم بینندگان ارجمند که طول این مدت ما را همراهی کردید. لحظه‌های بهترین و خفناک این بازی را با اشتراک دسته‌های دوشنبه و کوکتاش بار دیگر می توانید ببینید. من با گروه بزرگ ایجادی و تکنیکی شبکه‌های تلویزیونی و ورزش شبکه‌های تلویزیونی فوتبال و ورزش که در تهیه کردن این گزارش از ورزشگاه مرکزی جمهوری سهم گذاشتند سپاسگزاری می‌نمایم. در نزد میکروفون باشد در خدمت شما شورای پرویزی محمدی بود. تا دورهای دیگر صحتمند و پیروز باشید. خیر.
Eso robię co bzna. Hadi hadi. Asap, asap. Amin. Asap. Evet tamam. Stay.